نون چیزی چای چیزی دیگه بابا تو چه سرخو خراب میکنی خورده نمیچینی بابا شیر مای آخی بخی برو ازم نکن میکن واسه تو کسی داره باشه کی میده بابا شیر میده کجا کی میده ایشتا کی میده خونه دل شده ما دست این بچه نخی کرده دیگه تو بابا دیگه تو که نمی دیدم یک شیر میشه هیچ بری از اینا بودی بخی اولین چای خورده که بابا دارم چای گرم میکنم هم دارم میکنم شیری میکنم هم دارم میکنم شکرم کنه داره شکرم خلاص کنه آخه کجا بیارم شیر کی میده به من خب من چکار کنم میشه که میسر چای شیرین کنم با هم قدی برزم سخیری کردم بابا دیکن نمیدم یه عباس خود کله گنده کو هرچی میرم پیش میگم با من یک چیز میگه بده چیری بده کیلو شکر بده نمیدم این دفعه میرم نه رادیو میگه یک چیزی بزرگ میگم یا میتونم به تاگ گوشی خود بجنجال این بچه خورده بزید پا نمیفهمه من بزاره پا برو کم شیر پیدا کن بیار بزید بده که بو مرده گریه بچه مروش کو چوب کو تلفاکه چوب کو میرم مال کن بدم چکار کنم کار غریبی نیه دیگه چه کنم من عباس جان سلام علیکم و علیکم برارم بله ازم خیلی خوب هم یک لطفی بکو برارم همین دفعه ما عافیه کو هم یک بوتیگل شیر خشکی بده که گردنم بند باشه بچه من میتقیق نمیکشه که صدای اینمی گریه از این شاید به پول معلوم برسیده باشه خدا تو خیر بده فقط هم سر کار که برفتم هم اول که کار بگیرم بیام فقط هم اول می پولا شیرا خشکتون میارم 2 سال از من قرض میبری و دمی 2 سال گفتی پول پیدا کنم میارم و می 2 سال گفتی و من کار پیدا نمیشه خب انا لکن تا محل دیکن خیلی از تو خواهش میکنه دیگه هم دیکن من آیم گردنم بند باشه عباس اگه دیگه دیکنو مرغ مردر به من اعتبار ببینم چه کار میشه من که تو قرض دادن چی؟ تو سبا رو اگه کتشی زن کنی زن تو بگه به شیر ندارم بچه خورد دری گریه میکنه دل تو نمیسوزه تو وقتی که زن خونه میتونستی جمع کنی چه زن گرفتی 2 سال همینجا قرض میبری کتابچه پیدا شده تو غذا خود جوونی عباس جوونی میگم کتابچه پیدا شده غذا خود نبردی بابا تو یک وقتی جوون بگو گیلا این کار نکن عباس کنم گریه فایده نداره یا کتی شیری بده بیارم سعی یا چی مادری بگم؟ هستم سعی کو چی جوونی از اینجا یک سلام زن ببینی اگه تو زن دیدی اگه هرچی به تو بگم تو گپ بخور ببینی حالا به این خواستم به شما بگردم سعی کو چی میگم ببینی بیت گریه تو نکن جوونی 6000 حساب تو نخو 2 سال میشه بیارم امونا واسه تو برو دیگه نیا اصلا خوبه بیا جوونی یا خواهش از تو دارم که پولم داشتم دیگه من دیگه داخل نه خوبه برو جوونی بابا تو بگم جوونی بخن گریه نکن 2 سال هم تو تو آدم جوان غریبه نمیفهمی 2 سال هم پیش تو جوانم برو گله جو از اینجا خوبه. دیگه بخواب برو با مدام خوبه که من سر سخنه تو زفری کنم به توی کنه عباس چرا چرا شیر خوش نمیدی به بچه برو من گله برو دیگه همین همین 6000 هم تا بازار از تو بستن خود دل تو زنده بلکن نبینی چیش سنه برو ما از تو نیو که جمع نتونم بگیرم آیا 2 سال تو من همیت فریب دادی بیا آدم پیش مگیره میکنه خیال میکنه من نمیفهم شما زن و شما ساخته این که بیان پیش دیکندورا گریه میکنه بغاز مستویم تا میم برات کار خونیم و خدا دیگه پیش بیا پات بیا فندگه با دست خونه میگیری گدار سعی که تو اینجا بیا آدم گریه میکنه که بغاز بده همون 6000 هم که از تو من به خیر و سر چه تو کینه؟ بله سلام علیکم سلام ماما جان خوبه خوب انتیاری شما جره خیریت بوده بله خیریت بود بله هم یک دقیقه میشه بریم بله بفرمایید ماما جان کارتش امی بچه خوردم امی گریه میکنه که گردنم بند باشه قیقا از یک گوشنگی مال این بعد رسکن رفته خب هم یک قاشق شیر خوش که اگه داریم ما بدیم چه کار میشه خیر جوونی که از سبب خوب ما یقیشه ما که بچه خود نداریم ماما جو ما بچه خود نداریم شکر داریم نه به تو بدم شکر ها شیر و شکر مایم شیر و شکر مایم شکر داریم شیر نداریم ما بچه خود نداریم ماما جو خب میفهم شما زن نداریم زن داریم مال بچه خود دهن سه کنیش مصرفه چون آها از او باور بگیم بچه خود نداریم خود صحیحه بیارمه هم یک اگه بوجی داریم دو محل داریم بابا جو چه کار بشه گوشته کم هم طلب نمی کنی هیچی خب باشه برم به تو کم شکر دارم بیارم خیلی بیارم چیکار
کام شیر نمیدم اشته کن آدم غریب باشه میتونه دیگه آنه ماما همینا دیشتی اینه شکر ماما ولی ها شیر نداشتم آدم نه دیگه شیر متاسفانه شیر نداریم خیر بینه ماما خداوند شما رو خیر بده ماما ماما کجیر نمیفهمی که مادر بچه خود خدا نداده باشه کجی؟ آه نه والله مادری او هم کلان شده ده کجی حال 20 ساله 25 ساله دیگه مادر بچه نمیاره آه آه برو به خدا سلام کجیر جان اشتنی جانجله جنگیر آوار یا هستی برارم خیلیته تو کدام غنی هم بابا یک لطفی بکن برارمه چیکار کنم ما بیام دم سرا شما تبم سرا خوب برو خوب با مادر خوب بگو گلگ میگه که هم یک لطفی بکنیم هم یک قاشق شیر خشک ببدیم به بچه بگردن و بعد باشه یک گوشتگی میترک نمیکشه که فقط میگیر به لندی کشی بیبودا تو به تو گیلنگ ما چی بگو ما چه؟ برارم تو به می گدهی همی تو آموخته شدی ما گدایم روستاشم تو زن تو به درادی سرا به درادی سرا به پیشدی همسایه به پیشدی همسایه روغن بدی شیر بدی نمک بدی فلان بدی احمد بدی محمود بدی برو کاربار کو تا کی بدم یک بار بدم دو بار بدم 10 بار بدم تو همی تو آموخته شدی ما نداریم که بخی برو بخیر بید بخی با اینا را کدو سرا گدهی کردی بخی او خدا که جیجی میرم سرگذر میرم هم تا که موتر مرتکه نمیسته که 2560 نفر میریزه و تا موتر مرتکه میگه بابا ما بد کردم ما کارگر نمو سلک نفر میریزه به یک موتری هر روز میرم صبح میرم تا به شما هرچین بشکه بزن و کشیر میدم با شما پذیرم بخوره گیره نکو گیله جو برو به می مارکتا برو دم همی مارکتا دم همی میندیا قرار کرده برنج روغن چیز میگی به می گریا به می موترها مازدا تابالا که قرار کرده رو 300 400 300 به تو میدم بیار خرج مصرف کن میشه که تو به می گدهی به در عزیز سرا به در عزیز سرا به یک دفعه بدن 2 دفعه بدن 10 دفعه بدن هر دم هر ساعت شما میای برو گیله جو نداریم بخی براره من بخی دیگه تو برو بازم بگو نداریم گیله مادر تو بچی خود خدا نداده نی بخی برو و تعلیم ندی خود یک بجه قطع خودگه با خدا داشته باشی من با تو دیونه و لک کلی میدی خدا تو را بخیر بچه دار کنم بچه تو مثل مرغی بری بگه برو ما ندارم آره پیش نه با کوچه اختیار خودم برو کوچه سلامو نه یه به در سلام آگه کده آنی دیوال شکسته شما لنگا کجا تو بشکنه برو کله به سخت همین فشار زلزله که بابال شما چپا میشد میفهمیدی که مسکین کینه برو بانگده تو آموخته شدی تو گدایی تو گدایی خودی زن مچلی خو خودی کله پخ خوردم بیایی نبر اسم زن من نبر که تو شرف خور میکنم برو گیلک با خدا و قرآن سنگ به تو ندارم که میجی گیره کده بریم سراخو برو دگه